باورم نمیشد که تمام این افراد از اون اطلاع داشتن. اونا بزرگترین چهره‌های تاریخ بشری بودن. افلاطون، شکسپیر، نیوتن، هوگو، بتهوون، لینکلن، امرسون، ادیسون، اینشتین. چرا هیچ کس از این راز چیزی نمیدونه؟ در واقع این راز هر چیزی رو که آرزو دارید بهتون میده. شادی، سلامت و ثروت. شما میتونید هر چی که میخواین باشین یا انجام بدین یا داشته باشین. میتونیم هر چیزی رو که انتخاب میکنیم داشته باشیم. مهم نیست که اون چقدر بزرگ باشه. تو چه جور خونه‌ای دوست دارید زندگی دوست دارید میلیونر باشید؟ چه شغلی دوست دارید داشته باشید؟ به دنبال موفقیت بیشتری. چه چیزی رو واقعا میخواهید؟ همه ما با یک نیرو کار میکنیم. یک قانون. اون جاذبه است. ساده ترین تصوری که من میتونم از قانون جاذبه داشته باشم اینه که خودمو در قالب یک آهنربا ببینم و میدونم چیزای دیگر رو با نیروی مغناطیس جذب میکنم. اگه ساده تر بگیم قانون جاذبه میگه دو چیز مشابه هم دیگر رو جذب میکنن، ولی در واقع ما در سطح افکار حرف میزنیم. نقش ما به عنوان یک انسان پایبندی به افکارمون در مورد چیزایی که میخوایم و باید کاملا در ذهنمون روشن کنیم که چه چیزی میخوایم و از اینجاست که ما شروع به احضار یکی از بزرگترین قوانین کائنات خواهیم کرد و اون قانون جاذبه است. شما چیزی که بیشتر بهش فکر میکنید جذب میکنید. اگر شما چیزی رو در اینجا ببینید به زودی اونو در مشت خواهید داشت.